ایران مدارس با آلودگی هوا تعطیل میشن، تو آمریکا با بوز، توی ایالت تگزاس آمریکا یه شاخصر دبیرستانی چنان بوزیده که 3 روز کل مدرسه‌شون تعطیل شد. همکلاسی‌هاش گفتن اول چه صدای شلیکش اومد ما خندیدیم و گفتیم آدمیزاده دیگه دستش در رفته، ولی چند دقیقه که گذشت کل کلاس رو بوی لاستیک سوخته و گوگرد برداشت و یکی از همکلاسی‌هاشون بیهوش شد. 6 نفر دیگه هم تا 3 روز تو بیمارستان بستری بود. قضیه انقدر بودار بوده که آقای مدیر زنگ میزنه آتش نشانی بیاره، کلاس رو سمزدایی کنن، ولی بنده خدا آتش نشانان حالشون بد میشد. با تیم نجات و امداد هماهنگ کردن تا با لباس کامل ضد تشعشعات هسته‌ای وارد عمل بشن تا بفهمن مشکل چیه. این داداشمون هم میره داخل و با چشای اشک میاد بیرون و میگه مقدار زیادی گوگرد تو کلاس مونده. بیشتر که تحقیق میکنن میفهمن گلپسر گوزمون یه بیماری به اسم کرون داشته که شب قبلش هم سیر خورده بوده که نتیجه شده این باد معده شدید الانفجار. هممون یه رفیق گوزوی اینجوری داریم. این پستو بفرست براش که خوراک خودشه.